سلام دوستان، خسته نباشید. خوش اومدید به کانال آشپزشو. امروز میخوام یه دونه پیتزای ایتالیایی بزنیم، اونم سیر و استیک. منظور همون سیر و استیک، همون گوشت منظورمون. اول پیتزا لبه میزنیم، منظور خمیره. خب یکم سیر میزنیم. یکم سس پیتزا میزنیم. خب الان پنیر پیتزا رو میذاریم روش، قشنگ صاف میکنیم. پنیرمون یکم اضافه شد. به خاطر اینکه پنیرمون پرچربه، پنیر کم میزنیم. خب اینم همون گوشت استیکمون، خیلی نازکه. خب دیگه تقریبا آخرا شد، تمومه. خب الان یکم پیاز میذاریم روش. منظور همون پیاز چست. پیاز رو آوردیم با چاقو، یکم نازک بریدیم، گذاشتیم رو پیتزا. چند تا زیتون هم میذاریم روش واسه تزیینش، قشنگ دیده بشه. خب دیگه الان پیتزامون، یکم پودر استیک میریزیم روش که طعمش خوشمزه بشه. داخل فر رد میکنیم. نهایت 3-4 دقیقه طول میکشه پیتزامون آماده بشه. خب دوستان، پیتزامون تقریبا آماده است. یه نگاهی بهش بندازیم. اینم از پیتزامون.